جنگل شروود. رفته جایی که برگشتی توش نیست. از شرش خلاص بشین. اول باید من کیف پول تو رو بدم. شما تو تله افتادین. واقعا؟ شیوه ما اینه. فقرای بیچاره گرسنه. به ما بگین چی دارین؟ باید به ما راست گفت. ما 1/10 داراییتونه که برای فقرا غذا ببریم. اگه دروغ بگین یا مقاومت کنیم. همه داراییتون رو میگیریم. تصمیمتون رو بگیرین. به به، اینجا چی داریم؟ سربازای وفادارمو بگیرینشون. نمیخوام به شما صدمه چی بزنم. جوان مرد. دختره رو گرفتم. وقت ناپدید شدنه. گروه من از این طرف. با یه زن جنگ کرد. کجا رفتن؟ رفتن گمشن. منو ببریم به ناتینگهام احمقا. بیاین. کارت عالی بود ویل. کاری نکردم. کاری نکردی. محشر بود. من میمیرم برای اردوگاهمون. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند. رابین هود، جوناس آرمسترانگ، لوسی گریفیتس، ریچارد آرمیتاژ و کیت آلن، گاردن کندی، سام تروتن، جو آرمسترانگ، هری لوید، انجالی جی. کارگردان سیاران دونلی. دوبله شده در امور دوبلاژ سیما. قسمت اول رسم خواهری، قصر ناتینگهام. بگو ببینم، ترجیح میدادی همسری داشتی گیزبار یا ترجیح میدادی به جای همسر این همه قدرت داشتی؟ بگو، خیلی نزدیک شدیم. درسته. حالا که صحبت از بیماری جزام یعنی زنها شد، وقتشه که بری سراغ ماریان و پدرش. ادوارد و ماریان اگه مقاومت کردن به زور متوسل بشن؟ سریع کار رو انجام بده گیزبان، از اول با زور. اردوگاه یاغیان. اوضاع چطور آلن؟ ممکن بود بعض خراب بشه. مردان آموزش دیده‌ای بود. زنم کارش بد نبود. نزدیک بود گیرت بندازه.
نه شک دارم. اون چیه؟ انگشتر اون زنه. صبر کن، این نشان داروغه است. که چی؟ ما از یکی از نزدیکان داروغه دزدی کردیم. اگه نشان داروغه رو داشته باشه حتما یکی از افراد خانواده‌شه. خواهر گرامی. خواهر موفق. چطور بود؟ با یکی از دوستان قدیمیت برخورد کردم. بود؟ به سربازات که آسیبی نرسون؟ نه، اما میخوام دستگیرش کنی. نگران نباش، ترتیب همه چیز داده شده. فردا وقتی دوستانمون جمع میشن برای دیدن مرگ اون جمع میشن. نقشت چیه؟ در قصد 500 سرباز هست. سربازا باشن، اما خودم کارو تموم میکنم. خانه اربابی نایتون هال. اگه دنبال گنجی هستی که تو این خونه برای فقرا پنهان شده اشتباه اومدی. تو خودت برای فقرا گنجی مریم. به نظرت این چیه؟ نشان داروغه. از دست یه زن تو مسیر ناتینگهام گرفتم. افرادی همراهش بودن که خیلی خوب آموزش دیده بودن، مثل یه واحد نظامی. این نشان داروغه همراه اون بود. اون چه معنی داره؟ نمیدونم. امیدوار بودم تو و پدرت بدونی. احساس میکنم دیگه در محافل قدرت جایی نداریم. خوبه، بیا به گروه من ملحق شو. نمیتونم. In your dreams. Wait. Listen. Did you hear it? What? That kiss spoke volumes. Did it? What did it say? It said, Marion wants to come and join your gang. Really? That's not what I heard. What I heard was a little voice saying, abandon your home, abandon your father, give up any hope of a normal life and take up arms with a man who thinks resistance is about showing off with a bow. جواب منفی. اونجا چیکار کنم؟ تو جنگل پنهان بشم و مرتب با داروغ موش و گربه بازی کنم؟ چیه؟ تو هم داری همین کارو میکنی، فقط با یه روش دیگه. سرت بارد! ماریان! بیاین بیرون! سرگای! الان میکشمش. تو همیشه اول حمله میکنی بعد فکر میکنی. من بهتون اجازه نمیدم. پدرمو بکش. ماریان! اگه برام احترام قائلی هیچ کاری نکن. همین الان بیا پایین وگرنه خونتو با آتیش میکشم. تو برام جواب احترام بده! قائلی. منو معطل نکن! من بهت احترام میذارم. پدر! وقتی گفتم باید بیا! پدر! من خوبم. چی میخواین؟ داروغه میخواد به قصد بیاین تا بتونه شما رو زیر نظر. نه ما نمیایم، پدرم پیره، آزادش کنیم. حق نداری به من بگی چی کار کنم. خونه رو بسوزونی. نه گای! خواهش میکنم سرگای. بیشتر. سرگای! التماس کن. سرگای بهت التماس میکنم. خیلی بهتر شد. اما هنوز خوب نیست. نه! نه خونم رو نسودونی! نه! این کارو نکنی! نه! نه! این کارو نکنی! زود را بیفتید! برید! میریم به طرف قصر، تکون بخورید.
را بیفته! شهر ناتینگهام. یه خبرایی هست داره حسابی محافظت میشه. هیچ راه نفوذی نذاشتن. اون سوار کیه؟ چرا نمیری در بزنی از خود داروغه بپرسی؟ اگه تمام صبح اینجا وایسی که هیچی نمیفهمی. تو پیشنهادت چیه؟ الان بهت میگم. چند تا حقه یاد گرفتم که میخوام تو مسافرخونه ازشون استفاده کنم. این 3 تا لیوان میبینی؟ بیا. نه صبر کن رابین، این حقه خوبیه. از کی تا الان ما تو مسافرخونه ها شعبده بازی میکنیم حالا؟ چرا گذاشتی گیزبول ماریانو بگیره که حالا برای نجات دادنش اینقدر دردسر بکشه؟ مراقب باش. بانوی بزرگوار و نیکوکار با پدرش. به گمانم در مورد همکار جنگجوتون بی احتیاطی کرده. خودتونم کاملا میدونین که مسئله این نیست. بگو ببینم تو طرف کی هستی؟ طرف من یا رابین هود؟ دنیای واقعی یا دنیای تخیلی؟ طرف شما. بس کن. هر دومون میدونیم که این حقیقت نداره، مگه نه؟ من به عدالت معتقدم و به آزادی انسان. مهم نیست تو به چی اعتقاد داری. من یه نقشه دارم و تحمل حقارت رو ندارم. بنابراین شما بازداشتید اینجا توی قصر تا یه مورد استفاده براتون پیدا کنم. جناب داروغه باید اعتراض؟ پدرم بیماره، اون نمیتونه اینجا. یک کلمه دیگه حرف بزنی خانم کوچولو پدرتو برای همیشه از بیماریش خلاص میکنه. سرورم یکی دیگه از دوستانمونم از راه رسید. خوبه. گای خواهش میکنم قصر جای مناسبی برای پدرم نیست. اگه فکر کردی میتونی مرد مغرور و پرقدرتی مثل منو فریب بدی و فرار کنی در اشتباهی. ماریان اونجاست. آره حتما داره همراه داروغه کیک میخوره. تو میفهمی چی میگی؟ نه نمیفهمم، ولی اینو خوب میفهمم که ما جونمون رو به خطر میندازیم تا پول جمع کنیم، بعد همه پولا رو میبخشیم. این کارا یعنی چی؟ شوخی نمیکنم، باید یه چیزی هم برای خوردن برداریم. اگه پول نداشته باشیم ضعیف میشیم و دیگه نمیتونیم با داروغه بجنگیم. اون موقع میخواین چیکار کنیم؟ تو که ضعیف نیستی. نه اما ممکنه ضعیف بشم. به هر حال واسه تو که اهمیتی نداره. چرا؟ تو همیشه ضعیف بودی. خیلی بامزه بود. خیلی. میدونی چیه؟ اصلا بهتره چی؟ بهتره خودت بری. برم؟ کجا برم؟ منظورت چیه برم؟ خودت میدونی منظورم چیه. چی؟ داری کجا میری؟ ارباب بذار بره، باید آروم بگیره. امروز فقرا رو فراموش کردیم، بهشون گفته بودیم موقع طلوع خورشید میایم، ولی داروغه اونا رو فراموش نکرده. نگاه کن، زن بیچاره. هیچ روزی نمیشه که داروغه یکی از اونا رو تحقیر نکنه. بیا دروازه غربی رو امتحان میکنیم. بیا. سلام. Just had your wages? What's it to you? I thought you might fancy doubling your money. یکی دیگه. من اون مردم میشناسم. فاستر از منطقه رادرمه. اون کیه؟ اون یه توطئه‌گره، یه رذل و دشمن مردم محروم بدبخته.
روزی که فاستر و داروغه با هم همدست بشن روز سیاه مردم. اگه بقیه مراجعه کننده ها مثل اون باشن، بنابراین برو به اردوگاه به بقیه بگو حاضر باشن. بهشون بگو قصر رو قفل کردن. بعد به ویل بگو یه راهی برای گذشتن از این دیوار پیدا کنه. تو کجا میری؟ خب اگه بخوایم بریم تو چند تا یونیفرم لازم داریم. بیا اینجا، لباساتو لازم دارم. I'm not being funny. It costs me money every time. Oh, shame. Thank you very much. Oh, unlucky. Another go? Have another go. Unlucky. تو هم میخوای امتحان کنی رفیق؟ گرفتمت. داروغه کتکت زده؟ فقط برو. ببین من احتیاجی به دلسوزی تو ندارم. نمیخوام قضیه فاسد به طرفم پرتاب کنم. برای اگه فکر بهتری نداری از اینجا برو. چطور نجاتتون بدم؟ نه متشکرم. من رابین هودم. واقعا؟ نه متشکرم. من به جای بچه ها مجازات شدم. اونا رو موقعی دزدی تهمونده غذا از آشپزخونه قصر گرفتن. برین زود باشین، من باید بمونم. وگرنه اونا رو میگیرن. فقط یه روزه. بنابراین لطف کن از اینجا برو. اگه تو بچه هات به غذا احتیاج داری، من افرادم میتونیم کمکتون کنیم. هر چند روز یه بار ما غذا و پول برای نیازمندا میاریم. تو رو به فهرستمون اضافه میکنم. اسمتو بهم بگو. چی؟ فکر کردی چون میخوای یه سکه و غذا بهم بدی اسممو بهت میگم؟ چه؟ باید برم. لازم نیست اسمتو بهم بگی. فقط پنجشنبه ها بیا تو بازار، افرادم پیدات میکنم. هی روز. اسمم روزه. ممنون. عالی بود حق بازهای کوچولوی من. خب گیزبورن کجاست؟ به گیزبورن بگین وقت نمایشه. خوبه، خیلی خوبه. چیه؟ بلم کن، چی میخوای؟ بگو ببینم دوستات کجان؟ راجع به چی حرف میزنی؟ دوباره شروع نکن. خیال میکنی من یکی از افراد رابین هودم مگه نه؟ همونی که شبیه منه. اسمش چی بود؟ آلن، درسته؟ اسم من تامه. تام. به شعورم توهین نکن. چی شده؟ رابین هود بیرونت کرده؟ شعبده بازی توی مسافرخونه ها زیاد به نظر من شبیه کارای رابین هود نیست. گفتم که من رابین هودو نمیشناسم. به من احترام بذار. شاید بتونیم با هم معامله کنیم. سرگای داروغه گفتم وقت نمایشه. شکنجش کنید. صبر کن باشه، اعتراف میکنم من آلن آتل هستم. دیگه دیره. صبر کن، ما معامله کردیم. گفتیم معامله میکنیم. دیر شده دیگه، لازم نیست. مردم عزیز من، این دوتا بچه محض فکر میکنن چون کوچیکن میتونن از چنگ عدالت فرار کنن. اونا مرتکب یک جرم شدن. یکی از افراد من که درش به حال اونا و مادرشون سوخته اجازه داده مادر به جای اونا تنبیه بشه. سخاوتمندانه است اما درست نیست.
یکی از دستاشونو باید قطع کنید. این قانونه. نه بچه ها نه. احساسات مادام زیباست، دوست داشتنیه. وسایل بیارید. خواهش میکنم دستشون رو قطع نکنید. دهنتو ببند. دستاشونو قطع کنید. این جانب داروغه ناتینگهام بیلی کوچولو و جین کوچولو رو مجازات میکنم. غیره و غیره و غیره و غیره. دستاش رو قطع کنید. یه نفر بچه ها نجات بده. اگه به اون بچه ها صدمه ای بزنی تو رو نشونه میگیرم. قطع کنید. روز بچه ها فرار کنید. نمیتونیم کمکمون کن. این نیو پایین. افلا زود باش. حالا زیرکانه بود، خیلی زیرکانه بود. شمشیرتو بنداز زمین هود. خب بگو ببینم اینا اصلا بچه های تو هم؟ بچه؟ آه نه. حالا تو چهرتو نشونم دادی، منم چهره واقعیمو نشونت میدم. I tell you, I had a sister, Hood. دوستان من، زمان ما فرا رسیده. پادشاه تا پایان امسال برمیگرده. این اتفاق فرخنده نباید به سادگی برگزار بشه. بنابراین عملیات شاهمات وارد مرحله بعدی میشه. افرادتون رو مستقر کنید و سهم بودجه‌تون رو بپردازید. باید آماده باشین. زمان بازگشت پادشاه نزدیکه. ما باید جشن باشکوهی به مناسبت بازگشتش ترتیب بدیم. پادشاه مرد. زنده باد پادشاه. و حالا نوبت منه. تفریح امروز ما. دوستان من، اجازه بدید شما رو معرفی کنم. کسی که از یک اشرافزاده بلند مرتبه به یک تبهکار دون مرتبه، از یک نجیب زاده به یک بی مقدار و از نفر اول به آخر تبدیل شد. رابین هود. به اتاق جدید من خوش آمدی هود. ما شوالیه های سیاه پوش هستیم. همینقدر ظلم و فساد کافی نیست؟ میخوای سایه شومت کل سرزمین رو تاریک کنه و عملیات شاهمات؟ چرا بهش نمیگن کیش و مات، یا بهتر این که بگن کشتن پادشاه؟ عالیه، زود حرفمو گرفتی. چه با مالیات ها، پولایی که جمع کردی. چی فکر کردی؟ فکر کردی میخوایم یه قارچه تازه بخریم؟ تو اصلا منو نشناختی هود. من و دوستانم هیچ علاقه‌ای به پول نداریم. این پول برای یک لشکر توطئه‌گره. ما قدرت میخوایم. سرزمین جدیدمون رو اداره میکنیم. ما سرزمین جدید هستیم. پس خدا به داد ما برسه. بله، هیچ کس هم نمیتونه به دادت برسه. افسوس. چون من واقعا از مبارزاتمون لذت میبرم. خواهرم، سربازان وفادار،
مرگ با نیش مار. گوش کن میتونیم با هم کنار بیاییم. واقعا با یکم پول چطوری؟ پول نمیخوای؟ پول زیادی گیرت میاد. جوابم منفیه. ذره ذره خود تا به مرگت نزدیکتر میشی. دوستم سرگای دوست داره قبل از اینکه بمیری یه سوال ازت بپرسه. بگو ببینم هود، نگهبان شب کیه؟ نمیدونم گیزبان، اما میدونم اگه دیدمش به خاطر دزدی از تو ازش تشکر میکنم. نشون میده که فقط من نیستم. میدونی افرادی مثل من و نگهبان شب در سر تا سر این سرزمین وجود دارن. اونا برای عدالت مبارزه میکنن. شانس آوردی که من دوست ندارم بازی کنم. برای چی؟ که تو پادشاه فقرا بشی؟ فکر میکنی اونا دوست دارن؟ فکر میکنی اسمتو زنده نگه میدارن؟ هنوز نمردی اما اونا تو رو فراموش کردن. نگهبان شبه. چی؟ نگهبان شب برید دنبالش. دوتا اعدام با هم خیلی خوبه. دوستان من پیشنهاد میکنم به اتاقاتون برگردین و استراحت کنین. دوباره امشب دور هم جمع میشیم. متشکرم. خب حامی فقرا، حالا چرا فقرا نمیان نجاتت بدن؟ میان؟ نه. Remember this, Night Watchman. نقابتو بردار، میخوام موقع مرگ قیافتو ببینم. وقتی فرصت داشتی باید فرار میکردی. بلندم کن. بگیرینش. بگیرینش. نگران نباشی، میگیرمش. چی شده؟ مردم دوستت ندارن؟ این نقطه ضعف واقعی توه مگه نه؟ تو نیاز داری مردم دوستت داشته باشن. کسی از تو رو دوست داشته باشه؟ برادرم منو دوست داره. علاقه جانوران به هم. ظاهرا قراره بدون تماشاچی جون بدی هود.
چی کار میکنه؟ چرا فرار نمیکنه؟ داره حواس ما رو پرت میکنه. در این وقت تو تلف میکنی. رابین هود تا حالا مرده. جالب بود. فکر کردی اگه فرار کنی چی کار میتونی بکنی؟ نمیدونستی ما 10,000 سرباز داریم؟ نقشت چی بود؟ میخواستی به تنهایی مردم محروم رو نجات بدی؟ من تنها نیستم، ما 5-6 نفری. کمک منو بیار بیرون، منو بیار بیرون، منو بیار بیرون. کمک منو بیار بیرون. خواهرم چی کار کردی؟ همین را خواهرم تکون نخور، تکون نخور، بیارش بیرون، تکون نخور، بیارش بیرون، بیارش بیرون. نایت مووی. حتما یه درمانی، یه دارو، یه چیزی دار. نه داروغه، تا نکشتم تو به زندگی نکبتبارت خاتمه ندادم یه دلیل خوب بیار. تو ببند خود. از همراه خواهد. چون به داروغه قول داده که اگه برادر من با مرگ غیر طبیعی بمیره شهر ناتینگهام با هر چیزی که توش نابود میشه، تمام شهر و دهکده های اطرافش میسوزه، همه ی مردها، همه ی زنها و همه ی بچه های کوچولوی معصوم میمیرن. میخوای این روی وجدانت سنگینی کنه رابین هود؟ فقط بیا. نمی تو قوی هستی، تو خواهر منی، قوی هستی. من قوی نیستم، میخواستم مثل تو باشم تا منو دوست داشته باشی، تا منو ببینی. من دوست دارم،
همیشه دوست داشتم. میخوام اون بمیره. گیزبان میخوام هر طور شده رابین هود بمیره. شهر ناتینگهام. Who died? You did. The sheriff said you were dead. The sheriff is plotting to kill the king. داروغه توطئه کرده پادشاه رو بکشته به همراه دوستان شوالیه‌های سیاه پوش. باید برگردیم به قصر و جلوشون رو بگیریم. It's not just Nottingham. The Black Knights. The Black Knights, they're everywhere. They're taxing the poor of England to pay for an army of mercenaries. Well, we must stop them. I must go back to the castle. It's too dangerous. Robin, having a spy on the inside when there's a coup being plotted is useful. No, for once, just listen to me. And my father is in there. Robin, I have to go back. Marion, I can't protect you in the castle. 2 minutes ago, I thought you were dead, and I would have given anything for another chance to be with you. Now then, take that chance. And come with me. Listen. What? A little voice saying yes. When the king is home, safe. بود عادت رفت خداحافظی کنی. هدف بگیرین. چی شده؟ دیگه نمیخوای در ملأ عام تحقیرم کنی گیزبان؟ ها؟ دیگه شکنجم نمی کنی؟ داروغه هم نمیخواد باهات خداحافظی کنه، فقط میخواد تو بمیری. دیگه راه فرار نمونده. بزنینش! شب بخیر و خداحافظی منو بپذیری. منم شب بخیر میگم. نگهبانم! چیه؟ فلفل سوختی. دیدی گیزبان؟ برای همین خداحافظی نکردم. میخواستم اشک تو ببینم. خب حالا وقتش فرار کنیم، بریم. خوش میگذره؟ هود اینجا بود میدونی؟ اما نیومد تو رو نجات بده. خب داشتم فکر میکردم یه شانس برای زنده موندن داری. من هرگز رابین رو نمیکشم. هیچ کسی رو نمیکشم. بله از این لحاظ مطمئنم. بس بهتره یه جور دیگه به ماجرا نگاه کنیم. یه تبادل تا با هم کنار بیاییم. یکم اطلاعات و یکم پول و یه صحبت کوچیک. چجور صحبتی؟ چیز زیادی نمیخوام. بگو لازم نگهبان اضافی برای یه ساختمون بذارم. لازم مسیری رو تغییر بدم. از اینجور صحبت ها. از من دزدی نمیشه، رابین هودم کشته نمیشه. به هر دوتامون خدمت کردی. من و تو باید شرایط خودمون رو بهتر کنیم، درسته؟ اونا از ما سوء استفاده میکنن. اگه اونا پیشرفت کنن ما رو له میکنن. میخوای به فقرا کمک کنی؟ اول به خودت کمک کن. برای آینده توشه جمع کن. هرگز اسمی از تو برده نمیشه. هرگز متهم نمیشی. اینو فقط تو میدونی و من. تو چشم گوش من میشی. وقتی هم که همه چی تموم شد
به ثروت و مقام میرسی. بعد هر چقدر دوست داری به فقرا کمک کن. خب حالا که اتفاقی نیفتاده، مهم اینه که ماریان سالمه. ما هم تو اردوگاهمونیم. موج داروغه میخواد پادشاه رو بکشه و تمام این سرزمین رو تصاحب کنه. درسته. پس حالا خیلی اتفاق افتاده. یه چیزی امروز یاد گرفتیم که تو دیگه حق نداری تنهایی به ناتینگهام بری، هیچ وقت. چون اگه مرده بودی، به خصوص الان، هر زمان که من بمیرم، چه امروز چه فردا، شما باید بدون من ادامه بدین. چطوری؟ ما افراد رابین هود هستیم. نه، شما رابین هود هستین. چی؟ شما رابین هود هستین، تو و تو همتون. اما من نیستم. گوش کنید. ما فقط 6 تا یاغی تو این جنگل نیستیم. ما حامی فقرا و محرومان هستیم و این یعنی رابین هود و این اصله. این همیشه باید به یادتون باشه. We are Robin Hood. Come on. بیا. سلام بچه‌ها. چه بلایی سرت اومد؟ حقه شعبده بازیم رو شد. بهت که گفتم ما رابین هود هستیم. چی؟ فقط بگو. ما رابین هود هستیم. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net